دلی که زن شکست خلاص دیگه یگان چی را پیواز کرده نمیتونه. از همون خاطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اکاد و درا اپا خواهرا پدران مهربان و مادران محترم، بسیاریامون شاید که مشاهده شده باشیم که بعضی حالت و بعضی انسان ها دختراشون مجبور به شوهر میتین، یا اینکه بعضی برادرها مجبور میکنن که فلان انسان اگر که نگرفتی ما ترا شیری دادگی ما پهل نمیکنیم، یا اینکه عاقل میکنیم. سبحان الله، همین گونه حادثه ها به نهایت زیاد شده در جامعه. پیش ما بسیاری هم میگویند میگن که دختر جین زدگی نمیخواه زندگی کرده با همراه شوهرش. بعضی حالات ها میشه که این خطاگی ها بگیم خود انسان ها هستن که فرزندهاشون در تربیه خوب گرفتگی نیستن، تربیه خوبشون کردگی نیستن و آنها چگونه آزاد خواستن گشتن و این روز اطاعت نمیکنن یگان شخصیت. و طبق شریعت و طبق اسلام نکاح مجبوری و نکاح نیست، درست نیست. و دختر گریه میکنه که من یگان درد ندارم، منم مجبور کردگی و من مجبور نمیخوام زندگی و این بچه ما در محقول نیست، مرا دیگه کس محقوله میره مجبور دادگن. یعنی همین گونه حادثه بسیار شدگن. یک روز یک دختر دیگر آوردن که امیره بخونن که امیره جین زدگی مجبور میخوانمش، میگه که خوری من یگان در ندارم، منم مجبور به خاطر پول شو دادگن، از همون خاطر من میخواهم جداشم زندگی نکنم، به خاطر روزگی پدر مادر. یعنی منم مجبور کردن که اگر که سبحان الله میگه اگر که شوهر که نکنی ما تو را عاق میکنیم، از همون خاطر میگه مجبور شدیم که رضا شم. اما میگه طول 2 سال میشه که ما را اجازه ندادم که به من نزدیک شود، از خاطر که همون انسان ما در محقول نیست. یعنی از یک قصه نقل میکنم، زن مجبور کردن میشه که بعضی حالات ها میشه که بین زن شوهر بسیار نافهمی میشه، در نظر همون زن مرد شم میشه، دیگه همون زن او را ابکز میکنه. نه بس اونه که 4 فرزند داره 5 فرزند داره، بسیار جنگ جدال شید چیکار میکنه؟ زن میبره میره دلش یعنی شکست نمیشه. دلی که زن شکست خلاص دیگه یگان چی را پیواز کرده نمیتونه. از همون خاطر هر کدوم که زن دارین حرمت عزت چاکرین، الحمدلله زن بهترین نعمت ہے هر انسانی که نعمت بدانند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که بهترین چیز روی دنیا این زن پاکدامن است. هر کسی که زن پاکدامن دارین خوشا به حالتون زندگیتون محکم کنین و از دست ندهین. کسی که مجبور، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بگیم آمد که نزد بریره که بر بگر زندگی تا محکم که گفت آیا امر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم؟ گفت نه، گفت نمیخوام. یعنی قصه چنین است که حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین چیکار میکنه؟ بریره را آزاد میکنه از غلامی. وقتی که آزاد میشه و زنی مغیثه، وقتی که از او آزاد میشه دیگر نمیخواد با امرای مغیث زندگی کنه. به یک قوله که 2 فرزند داره. مغیث ایجادی که محبتی بسیار داشت، دوستش می داشت، با کوچه‌های مدینه که میرفت گریه کرده میرفت. به یک قوله که صحابه شوخیش میکردن که از گریه ایت یعنی مدینه را سیل میشوه او چونان گریه میکرد که ریشش تر میشید. یک روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد گفت که یا رسول الله بیا بریم، یعنی در خدمون یکون کسی چیریز میکنن که حاضر درم دورم بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر میکنه که برای هم بریره را بر بگردان تا اینکه زندگی ما خوب شود. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نزد بریره میروه، بریره بگیم قبول میکنه سلام علیک دیگه و دیگه، و رسول الله صلی الله علیه وسلم از بریره طلب میکنه که بر بگرد زندگی تا دوام بده. با یک قولی که الله اعلم میگه که آیا امری از جانب الله شده است؟ میگه نه. میگه آیا که امری از جانب رسول الله شده؟ میگه نه. مادامی که این 2 جانب نباشه میگه من نمیخوام زندگی کردن. ببینید که حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که آمد ردش کرد، گفت نمیخوام دیگه،
به خاطر که زندگی مجبوری نیست. با همون خاطر یعنی مجبور دختراتون شوهر نتین. راست قروزش در جای باشه پیداش میکنه. بعضی میگن وجه 18 شید 19 شید شوش بتین. بعضی وقت میشه که انسان عقلش انکشاف نمیته. بعضی وقت شکلا میبینیش این کودک مجبور میکنم رو باید ما شو بتیم. نزد ما بسیار میانم خیلی حالتا میگم ایشون کیسه بیار بخونش که شاید جین داشته باشه. سبحان الله. میگه اگه اون کس قبول نمیکنه. ما گفتم که کنی همو دخترتون که باید شوش بتین. میگه این نمیای. شکلش هم میبینیم به خدا میگه 12 13 ساله های کودک های. میگم میره که مجبور شو میتین. میگه 17 18 رو میسته. های گفتم صبر کنین. عقلش پرش و گفتم از بابا اگه کس میتینش درست پس بود سرش میته دردی سری ختان میشه. ما نگفت که با عقلش پر بگردونه. از همون خاطر در شریعت مجبوری نیسته. هیچ پدر مادر به ضرر فرزند نیست. بیا همه پدر مادر فرزند خوشبختیش میخواه، اما بعضی حالات میشه که بعضی خشتومان سبحان الله ظلم میکنن. بترسین از آن روز ظلم، از آن روزی که ظلم بالای سرتون میویه. اتقوا دعوت المظلوم. میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه شما از دعوت مظلوم بترسین که هر دعایی کنه دعاش مستجاب میشه. از همون خاطر یک توصیه برادرانه که ما در همین ساحه بسیار این حالات را میبینیم، دخترتون مجبور شوهر نتین و هر کسی که به خاطر پول باشه به خاطر پول نتین. زیرا که دارندگی این روز هست فردا نیست، اما ایمانی وای، تقوای وای، علمی وای همیشه با همراه او است. پدران عزیز مهربان، برای دختراتون خودتون بگیم دماد بکوین. شریعت چیز اجازت میده. دورای پیش میرفتن دمادا رو میکفتن، مسجدها رو میکفتن، نماز بنداد کی نماز بنداد میخونه. تا اینکه ما برایم خدشی گپ زنیم آیا زن داری یا نداری. خیلی حالتا پیش بود جشدی ته قهمیتی. از همون خاطر چیکار کنین؟ مجبور شوهر نتین. رزق و زیر الله سبحانه و تعالی هر کجایی که باشه میرسونه. ان الله خلقنا و رزقنا. الله خلق ما کرد و رزق روزی ما را با همراهمون خلق کرد. از همون خاطر هیچ محل فکر رو نکنین که ما را از کجا میخورونیم میپوشونیم دیگه و دیگه. الله رزاقه و یرزق من حیث لا یحتسب. الله چنان رزق و روزی میده که نه حساب داره و نه کنار داره. خدا نگهبانتون باشه هر کجایی که باشین، در حفظ امان الله باشین. یگان گپی پستی بلند زد باشم از همتون معذرت میخوام. خوزش خبلانده ماشاءالله. خدا نگهبانتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله.